سلام خدمت شما دانش آموزان و دانشجویان گرامی. من مریم داورپناه هستم، مدرس تخصصی ریاضیات دبیرستان و دانشگاه و در این مجموعه مبحث مثلثات رو به طور کامل و جامع به شما آموزش میدم. اما این آموزش برای چه کسانی مناسبه؟ شما در هر کدوم از رشته‌های تحصیلی دبیرستان و یا حتی هنرستان که تحصیل می‌کنید، یکی از مباحث بسیار مهم ریاضیات شما مبحث مثلثاته. معمولاً در هر کدوم از پایه‌های 10، 11 و 12 قسمتی از این مباحث رو فرا می‌گیرید. علاوه بر اون مبحث مثلثات جزو سوالات کنکورهای کاردانی، کارشناسی ارشد و آزمون‌های استخدامی هم هست. همینطور اگه شما دانشجو هستید، مخصوصاً در رشته‌های فنی مهندسی و علوم پایه به شدت به دانش مثلثات نیاز دارید. با توجه به اهمیت این مبحث، آموزش جامعی رو براتون تهیه کردیم که به کمک اون میتونید به سوالات مثلثات در امتحانات دبیرستان، دانشگاه و آزمون‌های مختلف پاسخ بدین. پیشنهاد میکنم یک بار برای همیشه خیال خودتون رو از یادگیری مثلثات راحت کنید. برای استفاده راحت‌تر از این آموزش در ابتدای هر بخش سرفصل موارد مطرح شده در اون بخش نوشته شده و شما متناسب با رشته تحصیلی و نیاز درسی خودتون میتونید انتخاب کنید که چه بخش‌هایی از این آموزش رو ببینید و از کدوم بخش‌ها بگذرید.